سلام. شروع شد. آره دیگه. من همیشه تو فهمیدن این که سلام. سلام. به جوون تاک خوش اومدید. امروز قراره در مورد چی صحبت کنیم؟ قرار بود سوال من تو پرسیدم. خب دیگه من زودتر پیش دستی کردم و من پرسیدم. امروز قراره که در رابطه با موضوع پریود صحبت بکنیم. ولی چرا؟ خیلی سوال قشنگیه. فکر می‌کنم وقتی داشتیم موضوعا رو بالا پایین می‌کردیم ما یه تجربه جالبی رو توی اینستاگرام جوونه داشتیم که گفتیم شاید خوب باشه اونم توی پادکست و ویدیوها اون رو دنبال بکنیم. اونم این بودش که وقتی اولین بار اومدیم در رابطه با پریود یه پست رو تولید کردیم و گذاشتیم، خیلی از آدم‌ها استقبال کردن و خیلی از خانم‌ها بودن که به ما پیام دادن و گفتن که چقدر خوبه که در مورد این موضوع صحبت کردید و بابش رو باز کردین، چون واقعا چیزی که دغدغمون بوده و کمتر در موردش صحبت می‌شده. و ما هرچه بیشتر اومدیم خب تو اینستاگرام روی بحث زنان و مخصوصا پریود موندیم و روش اومدیم کلیشه هایی که هستش، دردایی که تجربه میشه و آدم‌ها در موردش خبر ندارن، اونها رو باز کردیم و صحبت کردیم و گفتیم حالا بیاین تو پادکست که می‌خوایم عمیق‌تر، داستانی‌تر نگاهش بکنیم، ببینیم چی میتونیم در مورد پریود بگیم. حالا یه سوالی قبل اینکه بخوایم عمیق‌تر بشیم، آیا واقعا راجبش کم حرف زده میشه؟ چون تجربه‌ای که من خودم دارم این چند وقت احساس میکنم که محتواهای زیادی دیدم که داره در رابطه با این موضوع صحبت میکنه، یا شاید من تو موقعیتی هستم که اینجور محتواها رو زیاد میبینم. یعنی اینو نظری راجبش داری؟ ببین، من دو تا نظر دارم. یه دونه این که من فکر میکنم احتمالاً ماها آدمایی هستیم که فضاهای اجتماعی رو دنبال میکنیم که آزادانه تر در رابطه با این موضوع صحبت میشه و احتمالاً بیشتر میشنویمش. اما کلا وقتی داشتم نگاه میکردم و یه بررسی اینترنت رو میکردم، حالا بلاگ‌ها، چیزهای مخصوصی که نوشته شده، فهمیدم که از سال 97 و 98 که انگار بیشتر در مورد این موضوع واقعا داره صحبت میشه، مخصوصا تو فضای ایران. من منظورمه، چون خارج از ایران یه مقدار عقب‌تر گویا این بحث زودتر باز شده بوده. واسه همین انگار ما با دو تا پدیده مواجه هستیم. یه دونه این که چند سالی هست، مثلا سال 90 و 98 هستش که این بحث کلا بیشتر داره در موردش صحبت میشه و شاید ما با آدم‌هایی در ارتباط هستیم یا پیجایی رو دنبال میکنیم که خب بیشتر در مورد این موضوع صحبت میکنن. من نظرم اینه. آره، و داشتم به فکر می‌کردم که دلیلش چی میتونه باشه. یعنی خودم احساس میکنم که اصلی ترین موضوعش فکر میکنم یه موضوع فرهنگیه، در رابطه با فرهنگ ایرانه و اینکه اکثرمون، شاید 95% ما تو خانواده هایی بزرگ شدیم که به حرف زدن راجع به این موضوع اصلا چیز پذیرفته شده ای نبوده و خانم‌های خانواده، مثلا مادرامون، هیچ وقت راجع به همچین موضوعی با ما صحبتی نکردن. مثلا حق نداشتی در موردش صحبت میکنی، میدونی؟ اصلا ما نمیدونستیم همچین چیزی وجود داره تا یه سن خیلی زیادی که بخوایم. دقیقاً، یعنی خیلی از خانم‌ها اصلا نمیدونستن، کسی که خودش میخواد چنین پدیده‌ای رو تجربه بکنه اصلا نمیدونسته که اصلا چیزی به اسم حتی دختر و حالا آقایون که جدا. یعنی واقعا فکر می‌کنم خیلی از آقایونم هستن که باشون صحبت بکنی نمیدونن. من این صحبتت یه خاطره‌ای رو یادم انداخت. یادم زیر یکی از پستامون که واسه پریود بود یه آقای کامنت گذاشته بود و گفته بودش که شما میایید در مورد این حرف میزنید که مردا بلد نیستن چه جوری رفتار بکنن، ولی این از قصد نیست. خیلی وقتا ما اصلا نمیدونیم. و اون بنده خدا داشت میگفت من تا سن 16 17 سالگی اصلا نمیدونستم مفهومی به اسم پریود تو خانم‌ها وجود داره. اصلا کسی با من در موردش صحبت نکرده بود و انگار که ما از یه جامعه‌ای داریم میاییم و در مورد این موضوع نگاه میکنیم که اصلا سکوت بوده در مورد این موضوع، هیچی نمیگفتن. آره. با ما کی اومدن اصلا صحبت کردن؟ هیچ وقت. من که هیچ وقت صحبت نکردن. یادم هم نیست اولین بار چی جوری فهمیدم و اینا، ولی بازم این شکلی بودش که هی هرچی جلوتر میرفت انگار یه سری ابعاد تازه‌ای برای من باز میشد که مثلا آره انگار هی یافته‌های جدید. مثلا من اولش فکر می‌کردم یه چیزی که یه بار اتفاق میفته، در صورتی هر ماه یه زن داره تجربهش میکنه. یعنی مثلا اینطوری بودش که مثلا یه نشانه ای از ورود به دوران مثلا بلوغ، آره،
و تموم دیگه، مثلا این اتفاق میفته و این شکلی میشه بعدش. و میدونی محمد اینجا یه درد خیلی بزرگی شکل گرفته که امیدوارم ما بتونیم تا یه حدی توی این اپیزود بازش بکنیم. وقتی در مورد یه موضوعی صحبت نمیشه و اونم موضوع مهمی مثل پریود که طبیعی ترین بخش وجود یک زن هستش، وقتی صحبت نمیشه و توی یه جای تاریک نگه داشته میشه که تو نباید حرف بزنی، که تو نباید بقیه بدونن که پریود هستی، اصلا مخفی نگهش دار، آدما درگیر شرمای زیادی میشن. یعنی من مطمئن هستم ما بیایم یه مطالعه‌ای رو زنان انجام بدیم، احتمالاً درصد زیادی از زنان هستن که بابت پریود شدن شرمگین هستن و خجالت زده هستن و دنبال این بحث رو بگیریم خیلی میتونه عمیق باشه. حالا شاید واقعا تو حوصله این اپیزود نگنجه، شدم حالا بگنجه، نمیدونم، ولی دنبالش رو که بگیری میرسه به اینکه شاید اصلا من یه سری بخشای وجود خودم رو قبول نداشته باشم، نتونم بپذیرم، میخوام انکارش بکنم و قطعا اثرات وحشتناکی رو به همراه میاره. آره موافقم. خب بریم سراغ تجربه ها و اینکه ببینیم آدما این اتفاق رو چجوری تجربه کردن. خوبه اینو من بگم که ما اومدیم یه لینک ناشناسی طراحی کردیم که هر کسی که دوست داره بیاد در مورد تجربهش بگه که اولین باری که پریود شد چجوری اونو تجربه کرد و بقیه بهش بازخوردی رو دادن و در مورد اون روز بیان بهمون بگن. حالا خیلی جالب بود، یه بنده خدایی توی کامنت ها نوشته بود برای ما که جوونه که خودش رسانه روانشناسی هستش و میاد میگه بیاین حرف بزنین، چرا لینک ناشناس درست کردن؟ تو دوست داری در موردش بگی؟ من اتفاقا جواب دادم خوبی نوشته بودی. آره من همونجا جواب دادم، گفتم که آقا اولا فضاش هست که شما همینجا هم ریپلای بزنید، اگه نکته‌ای می‌خوایم بگیم بگین. دومم نکته این بودش که قرار بود یه مقدار تجربیاتی رو بشنویم که سخت گفتنش، یعنی بحث خجالت کشیدن و شرم داشتن نسبت به موضوع پریود یه بحث اشتراک گذاری یه تجربه دردناک از کودکی یا نوجوانی که با آدمایی که شاید خیلی نشناسیمشون و فضایی که ندونیم کیا هستن کیا نیستن خیلی سخته و آدم اگه میخواد یه همچین تجربه رو بازگو کنه نیاز به حریم خصوصی داره به نظر من و این بود که ما یه لینک ناشناس گذاشتیم، نه که موضوعیه که کسی نفهمه تو دارید چی راجع به پریود میگی. و میدونی هر کدوممون واقعا شاید توی یه مرحله‌ای باشیم از آزاد بودن در رابطه با صحبت کردن. و چون ما می‌خوایم بیایم در مورد موضوعی صحبت کنیم که آدم‌ها کمتر در موردش حرف میزنن، خب خیلی مهمه که یه فضای ایمن‌تری رو تجربه بکنن. ولی خب این فضای هست که هر جایی هم که دوست دارن میتونن راحت بیان بگن دیگه، همون سوالو میتونن ریپلای کنن. بریم سراغ اولین تجربه. اینو من بگم که تجربه ها رو ما دستچین نکردیم، یعنی تقریبا سعی کردیم که تنوعی از تمام جواب ها رو داشته باشیم و نگاه منصفانه رو داشته باشیم توی جواب ها. پس اصلا با یک فیلتر خاصی جواب ها انتخاب نشده. اولین تجربه، کلاس 5 ابتدایی بودم. حس کردم لباس زیرم خیس شد. اجازه گرفتم و رفتم دستشویی. دیدم داره خون میاد. انقدر ترسیده بودم فکر کردم دارم میمیرم. اطلاعاتم کم بود. متاسفانه خانواده ناآگاهی داشتن و برام توضیح نداده بودن. سالهای اول یواشکی خودم نوار بهداشتی می‌خریدم و به کسی هم نگفتم که پریود شدم. واقعا اون صحنه‌ای که توی حیاط مدرسه داشتم به خودم میگفتم تو قرار نیست بمیری، فقط پریود شدی رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. تو قرار نیست بمیری فقط پریود شدی. خنده هیستریک بودا، یعنی خنده است. من هر کدوم از اینا رو چون قبل این صحبتامو خوندم یه دور گریه کردم و اووردم توی اینجا و کاش یه بارم میدادی من میخوندم که لازم. اولین تجربه‌ای که این فرد داشته این بوده که فکر کرده داره میمیره و نمیدونم، فکر می‌کنم خیلی ترسناک بوده که فکر کنیم طبیعی ترین اتفاقی که داریم تجربه میکنیم مسیری که ما رو به مرگ میرسونه.
این خیلی ترسناکه و چقدر توش ناآگاهی وجود داره. یعنی این فرد هیچ کسی باش صحبت نکرده و حتی یه ذره هم از ذهنش گذر نکرده بوده که این یه چیز طبیعیه. و گفتن که چند سال اول سالهای اول یواشکی نوار بهداشتی می‌خریدن. ببین چند سال تجربه پریود داشته باشی ولی مامان بابات ندونن. آره. پشتش چیه؟ و نپرسن و تو هم خجالت بکشی که بخوای در رابطه باش حرف بزنی. چرا؟ میخوای برم سراغ تجربه بعدی؟ سلام، در مورد اولین تجربه پریودم پرسیدین. دقیقاً یادم 12 مرداد سال 63 بود. میشه چند سال پیش؟ 41 سال. خیلی عجیبه که این همه زمان گذشته و من هنوز با به یاد آوردنش حالم بد میشه. من مادری دارم که هیچی از زنانگی یادم نداده و اون زمان نه کامپیوتری بود نه اینترنتی و ما قوم و خویشی نداشتیم که بخوایم مثلا این صحبت‌ها رو داشته باشیم. پس میشه فهمید که وقتی تو سن 11 سالگی توی یک شهر غریب برای اولین بار پریود میشی چه حسی داری. من حتی روم نمیشد از مامانم بخوام برام نوار بهداشتی بخره. پنبه میخریدم و با گاز و باند خودم نوار درست میکردم. چقدر استرس میکشیدم که مبادا رخت خواب کثیف نشه و نکنه آبروریزی به بار بیارم. ماه رمضان که دیگه واویلا بود. از خونریزی ضعف داشتی و میخواستی وانمود بکنی که روزه هستی. من از دختر بودنم متنفرم، از زن بودنم متنفرم و خدا رو شکر میکنم که خدا به من دختر نداد. شاید باورش سخت باشه ولی من هنوز دامن ندارم و ترجیح میدم شلوار بپوشم و شاید توی نوجوانی کلا 1-2 بار دامن پوشیدم. الان که این حرفا رو میزنم سرم داغ کرده و تروماهایی رو داره یادم میاد که منو از پا انداخته. خیلی دردناکه. میدونی من به این فکر میکنم که توی اون سال حتی تو نوار بهداشتی نداشته باشی، سال 62 سال این فرد به دنیا اومده، واقعا یعنی خیلی دور نیست. یعنی نوار بهداشتی وجود داشته و ما نسل رو صحبت نمی کنیم که مامان باباها دیگه، یعنی زنان اون دوران دیگه واقعا با گاز و یه چنین چیزهای این مراقبت ها خودشون انجام دادن. ولی چقدر فضا بسته بوده که من نمیتونستم بگم من پریود هستم یا برام نوار بهداشتی بخری. آره. این دیگه فکر کنم اولی ترین نیازیه که ما توی این موقعیت داریم. یه نوار بهداشتی داشته باشیم. و یه تیکه تجربهشون برای من خیلی یعنی دردناکه که گفتن من از دختر بودن و زن بودنم متنفرم. آره. این خیلی درده. خیلی درده. و احتمالاً خانومایی که دارن اینو میشنون خیلی خوب درک میکنن که یعنی چی. استرس بکشی که رخت خواب کثیف نشه، استرس بکشی که مبادا یه کسی یه چیزی رو بفهمه و من اصلا بابت این از خودم متنفرم. در صورتی که اگه یه برخورد طبیعی با این موضوع بشه، دخترم فلانی پریود این شکلیه، بیا نوار داشته باش، کثیف شد هیچ اشکالی نداره برای تو، اون موقع خیلی راحت میتونم بپذیرمش. آره. میدونی من از زاویه خودم بیشتر ذهنم الان پر از سواله، یعنی چون که خب تجربه زیسته من نبوده و خیلی برام واقعا خیلی تو ذهنت مثلا که چرا هیچ صحبتی راجع به این موضوع نشده بوده، چرا این اجازه رو به خودشون نمیدادن که با مادرشون یا یه فردی تو نزدیک خانواده‌شون راجع به این موضوع صحبت بکنن، چرا این استرس رو باید تحمل میکردن بابت یه موضوعی که خب یه اتفاق طبیعی برای بدنه. میدونی حالا شاید بهتر باشه که تجربه ها رو بشنوی. آره جوابت به نظرم تو تجربه ها هستش. آره. یعنی سوالی که الان پرسیدی من یه وقتا جابجا میشم که اون تجربه رو بخونم. اولین باری که پریود شدم رو چون از مادرم میترسیدم بهش چیزی نگفتم. سعی کردم خودم از پس قضیه بر بیام و از طرفی هم پریود رو نشونه ای از ضعف میدونستم. توی ذهنم اینجوری بود. اولش سعی کردم که باهاش مقابله بکنم و از پد استفاده نکنم.
لباس زیرمو میشستم و دوباره ازش استفاده میکردم تا زمانی که مامانم متوجه شد و کلی هم دعوام کرد و گفت باید از پد استفاده بکنی و یه روز هم جلوی خانواده گفت که من از پد استفاده نمیکنم و مسخرم کرد. در حقیقت اولین برخورد من با پریود اصلا چیز قشنگی نبود و خودم و بدنم و دختر بودنم شرم داشتم تا کم کم شرایط رو پذیرفتم و تونستم با بدنم و طبیعت بدنم مهربون باشم و خودم رو سرزنش نکنم. و از طرفی هم چون پد بهداشتی برام معضل بود کاپ قاعدگی تهیه کردم و احساس بهتری رو تجربه کردم. این روزها به دختر بودنم افتخار میکنم و خودم مراقبت میکنم. ببینید جواب سوالت به نظرم اولین بخش این تجربه بود. من از مادرم میترسیدم. یعنی خیلی وقتا به نظرم شاید یه سری خانواده ها بوده باشن که خیلی راحت در مورد تجربه ها حرف میزدن، فضای گفتگویی بوده باشه که خوش به حالشون واقعا. اگر چنین خانواده‌ای داشتین چقدر خوب، چقدر شیرین و نعمت خیلی نعمت واقعا. ولی بیشتر ما چنین خانواده‌ای رو نداشتیم. بیا در مورد این موضوعات راحت صحبت کنیم. پس حجب و حیا چی میشه؟ من همین الانش هم احساس میکنم نمیتونم، یعنی دارم به این فکر کنم اگه رفتیم خونه مثلا مامانم پرسید خب پادکست ضبط کردیم موضوعش چی بود بگم یا بگم که حالا تو خودت برو بعدن. مثلا حتی فامیل بگن حالا موضوع قصد بود مثلا شما رفتید در مورد پریود صحبت راجع به افسردگی صحبت می‌کردید دیگه موضوع مونده. آره دقیقاً. و این به نظر من خیلی خوب شد محمد از حست گفتی. این حجب و حیایی که ما تو فرهنگمون داریم که میگه حیات کجاست، حیاتو حفظ بکن، در موردش به خاطر حیا صحبت نکن، باعث شده همین اتفاق بیفته. یعنی اون زمان به نظر من با والدین که صحبت میکنیم مثلا این نگرانی رو داشتن که حریم من و فرزندم به خطر نیفته، ما یه حیایی، یه پرده حیایی بینمون باشه. ولی چی میشه که ما مثلا دعوا کردن تو خانواده، داد و بیداد کردن، کتک زدن، اینا رو حیا نمیدونیم، ولی اینکه بیایم در مورد یه موضوع طبیعی مثل پریود صحبت بکنیم و حیا میدونیم و میگیم که حیات کجاست. میدونی؟ آره. آیا اگه توی یه خانواده صدا بلند بشه و داد و فریاد بشه آدما اینقدر شرمگین میشن به نسبت اینکه بخوام بیان در مورد چه موضوعی صحبت بکنن؟ نه واقعا. خب بریم تجربه بعدی. بریم. تجربه بعدی حالا من نگران اینم که حالا هواتون خیلی چیز نشه. اشکالی نداره. بذار چیز بشه. آره. میدونم موضوع دردناکه، آره حس سختی رو ممکنه تجربه کنیم، ولی خب یه طرف هم باید بزنیم تو دل یه سری سیاهی‌ها که از اون طرف یه نوری به وجود بیاد. تجربه بعدی. من اول راهنمایی بودم که پریود شدم. دقیقاً یادمه که اردیبهشت ماه بود و پنجشنبه بود. معلمم دائما بهم میگفت چرا اینقدر تکون میخوری؟ ولی از ظهر دلدرد شدیدی داشتم و نمیتونستم بشینم. احساس کردم که یک چیزی عادی نیست. عادت به دستشویی رفتن توی مدرسه رو نداشتم، اما رفتم که لباسم رو چک بکنم و متوجه شدم که لباسم لک شده. اینقدر استرس گرفتم که اشک تو چشم جمع شده بود و نمیدونستم پریود شدم و اصلا نمیدونستم باید چی کار بکنم. ژاکتی که همراهم بود رو بستم دور کمرم تا لک مانتو معلوم نشه، اما بعد میشستم تو سرویس و تمام مسیر ترس داشتم که نکنه لباسم به صندلی لکش رو پس بده. و زمانی که رسیدم خونه حمام کردم و فکر کردم تموم شده، اما دوباره خون داد و لباسام کثیف شد. رفتم مامانم رو صدا زدم و مامانم میگفت مامانم نمی اومد و میگفت کارتو بگو و منم جلوی بابام میترسیدم حرف بزنم. دوباره لباسهام رو عوض کردم. ترس داشتم که یعنی چی شده و رفتم روی تخت دراز کشیدم. از درد خوابم برده بود و دیدم لباس و ملحفه و همه چی کثیف شده. بالاخره مامانم راضی شد که بیاد ببینه من چی میگم و اونجا گفت پریود شدی؟ و به رسم خودشون که هنوزم نمیدونم چرا یکی زد توی گوشم و گفت از این به بعد ماهی یک بار همینه، اینم نوار بهداشتی. فقط یادت باشه کسی نباید ببینه، کسی نباید بفهمه و کسی نباید بدونه و تمام. و از اون روز تقریبا 20 سال میگذره و من هنوز یادم نرفته که چقدر اون صحنه، اون اتفاق برام ترسناک بود. کاش مامانا وقتی صداشون میزنیم بیان زودتر نگم بگو. چرا باید گفت به رسممون یه دونه؟ آره اینو تو تجربه های بعدی هم خیلی زیاده. یعنی من فکر کنم
از هر 10 تا تجربه‌ای که ما گرفتیم 7 تا از تجربه ها یا 6 تا از تجربه ها یک CD رو توی بار اول پریودشون تجربه کرده بودن و من رفتم راستش سرچ کردم. یعنی گفتم سوال شدم که چرا و با چت جی پی تی صحبت کردم جاهای مختلف، یه اطلاعات کمی رو به دست آوردن در مورد چرایش. انگار که کلا یه فرهنگی که توی آسیا بیشتر در میون هستش و مخصوصا خاورمیانه و یه سری مفاهیم پشتش بود. حالا بعضی از عزیزانم که تجربه‌هاشون رو فرستاده بودن یه ذره اشاره کرده بودن. مثلا یکی میگفتش که میزنن سیلی رو میزنن که تو رنگت سرخ بمونه و حیا بکنی از بابت این تجربه‌ای که داری. که اینو من واقعا نمیفهمم چرا ما باید حیا بکنیم بابت اولین تجربه طبیعیمون. و یکی دو تا مورد دیگه بود که میگفتش که سیلی میزنن که این پیام رو برسونن که تو باید قوی بمونی چون روزهای سختی رو قراره بگذرونی و این به معنی قوی موندن، انگار که یه سیلی بخوری که قوی باش به خودت بیا. که اینم به نظر من خیلی روی کرده سرد و خشنیه. خب بغل کنی واسه اینکه چشم بزنی تو گوشت. چرا واقعا به قول تو چرا نمیشه ما بغل بکنیم و حمایت بکنیم و چرا باید حتما یه سیلی بخوریم؟ خیلی عجیبه و برام باز این عجیبه که حتی ممکنه نزدیکترین خانم‌های زندگی خودم هم این رو تجربه کرده باشم و من ندونم. آره و خب من در مورد تو قطعا صحبت نکردی در مورد یه چنین تجربه، ولی من که با بعضی از عزیزان نزدیکم در موردش صحبت کردم، بله بعضیشون تجربه کرده بودن و یه سیلی رو خورده بودن و یه تجربه اینجا فرستاده شده بود که خیلی جالب بود، الان مرتبط به همینه. من یه دقیقه پیداش بکنم. اینه اولین بار حدود 13 ساله بودم که پریود شدم. 2 تا خواهر بزرگتر داشتم و مراحلش رو تقریبا دیده بودم، اما اون زمان به خاطر جوی که خونه داشت نتونستم به هیچ کسی چیزی بگم و حتی به خواهرام چیزی نگفتم. حدود 1 سال مخفی نگه داشتم چون کوچکترین عضو خانواده بودم و پریود واسم انگار زود بود. یادم 7 سالم بود و خواهرم 14 ساله بود و وقتی پریود شد و به مادرم گفت، مادرم به رسم اون دوران بهش سیدی زد و شاید من اون سیدی رو دیده بودم و از این موضوع نگران و ترسیده بودم که بهشون چیزی نگفتم. اما زمانی که خودم در موردش صحبت کردم اتفاق عجیبی نیفتاد و همه چیز طبیعی بود. یعنی حتی ممکنه این سیدی که یک بزرگتری به یه فردی میزنه رو بچه‌های کوچیک‌تر ببینن و بفهمن و بترسن که وقتی واسه اونها چنین اتفاقی افتاد و اونها رسیدن به سن پریود بیان در موردش صحبت کنن. و 1 سال این فرد مخفی نگه داشته بود. یعنی انگار سیلیه رو خواهر بزرگه خورده ولی دردش رو خواهر کوچیک هم کشیده. میدونی؟ دقیقاً. روز پریود که روز سختی هستش و اولین باری که پریود میشه اینقدر خودش تغییر وحشتناکی که یه تغییر رو داری تجربه میکنی که همراه با خونه و نمیدونی، یعنی بعضیا فکر میکنن دارن میمیرن و همزمان با اون فقط تجربه درد پریود رو تجربه نکردیم، یه سیلی هم خوردیم و درد اون رو بیشتر و بیشتر هم تجربه کردیم. من یه سوال بپرسم. توی چند تا از این تجربه ها دیدم که صحبت از مدرسه بود و اینکه این اتفاق تو فضای مدرسه افتاده. میخواستم بدونم که توی مدارس چقدر در رابطه، البته میدونم که احتمالا شهر به شهر، منطقه به منطقه، معلم به معلم متفاوت باشه، ولی تجربه تو یا کسای دیگه‌ای که حالا میشناسی چطور بود؟ آیا اصلا تو مدرسه در رابطه با این موضوع صحبتی میشد نمیشد؟ ببین من از تجربه خودم بخوام بگم و مثلا حالا 1-2 تا فرد نزدیک خودم که باشون صحبت کردم در مورد این موضوع، هیچ صحبتی تو مدرسه ما که حداقل نشده بود. و من اینو میخوام بگم که مثلا حداقل من تو مدرسه‌های خوبی تحصیل کردم، مدرسه‌های نمونه دولتی و مدرسه‌هایی که مثلا افرادی که خیلی زرنگ بودن و چه می‌دونم درسشون خوب بود میرفتن اونجا که حالا آینده خوبی داشته باشن. یعنی امکانات بوده، کیفیت معلم‌ها کیفیت خوبی بوده، ولی هیچ وقت در مورد این موضوع با ما صحبت نکردن. فکر کنم فقط توی دینی اگه اشتباه نکنن یه درسی داشتیم که در رابطه با غسل بود که غسل پریود و اینا هم مثلا میگفتش. فکر کنم معلم دینیمون اون موقع مثلا گفت آره یه چنین چیزی هستش که اونم دیگه تو خود کتاب مثلا نوشته بود تو ولی چنین غسلی رو انجام بدی. بعد مثلا اگه شما سر کلاس
دلتون درد میگرفت یا همچین اتفاقایی میافتاد، این پذیرش بود از سمت معلم که آقا مثلا من نمیتونم بیام مدرسه مثلا امروز، یه روز مدرسه نرم؟ حداقل من که هیچ وقت یادم نمیاد اصلا به خاطر چنین دلیلی نرفته باشم مدرسه یا کسی از نزدیکانم نرفته باشه. یعنی من مثلا یکی دو تا دوستام خیلی پریودهای وحشتناکی رو تجربه می‌کردن و خیلی درد زیادی رو تجربه ولی اونا میومدن. حالا من نمیدونم این اجباره از سمت مامان بابا بوده یا از سمت مدرسه، یه چنین چیزیه که اصلا یادم نیست. ولی خودم یه تجربه دارم، الان گفتی یادم اومد که یادم سر یک از کلاسای مدرسه بود، فکر کنم سر درس عربی اون بودش و همون زمان من پریود شدم و معلممون انقدر آدم بد اخلاقی بود که هیچ وقت اجازه نمیداد وسط زنگ ما بریم بیرون و اجازه بگیریم که بخوایم از سرویس بهداشتی استفاده بکنیم. و اون مدت واقعا یادمه که خیلی ترسیده بودم، خیلی حالم بد بود، اصلا کل بدنم عرق کرده بود از اون تجربه‌ای که داشتم، ولی نرفتم، یعنی اجازه نگرفتم و کل مدت سر کلاس نشستم. امیدوارم تو تجربه‌هات یه تجربه شیرین هم داشته باشی. دارین؟ یه دونه بود که اولش یکم تلخه ولی بعدش شیرین میشد. بگم؟ آره بخون وسطاش. بشوره ببرم. نمیشوره ببره ولی خب سلام، من 55 سالمه و هنوز کاملا روزی که پریود شدم و یادمه. 12 ساله بودم و میرفتم کلاس دوم راهنمایی. یه خورده احساس ناراحتی توی شکمم رو داشتم و رگه‌هایی از خون رو توی لباسم دیده بودم و اومدم به مامانم گفتم. مامانم خندید و برام توضیح داد که پریود شدی و برام نوار بهداشتی و چرت مخصوص آورد و بهم توضیح داد که چطور ازش استفاده بکنم. خواهرم که 4 سال از من بزرگتر بود، نیم ساعت بعد اومد خونه و وقتی فهمید من پریود شدم محکم زد زیر گوشم و گفت این یک رسمه و برای اولین بار وقتی پریود میشی بهش سیلی میزنن که صورتش قرمز بشه و همیشه لپ قرمز و خوش رنگی داشته باشه. حس خوبی از عکس العمل دور و بریام نداشتم چون همیشه بهم میگفتن کاش دیرتر پریود بشی، اون موقع قدت بلندتر میشه و من همیشه فکر کردم که قدم به اندازه کافی بلند نشده چون زود پریود شدم. و مشابه این تجربه رو وقتی که دخترم داشت، با این تفاوت که دخترم توی 9 سالگی پریود شد، خیلی خیلی زودتر در مورد پریود براش یک کتاب خریدم و در موردش باش صحبت کردم و زمانی که سر کار بودم با نگرانی به من زنگ زد و رفتم خونه، غذا و بستنی مورد علاقه‌اش رو سفارش دادم و بعد دوستش که همسایه‌مون بود رو دعوت کردم و با هم رفتن تو حیاط بازی کردن و خیلی تو ظاهر ذوق کردن و بهش گفتم که این یعنی داری بزرگ میشی. البته که در نبودش زار زار گریه کردم چون نمیخواستم اینقدر زود بزرگ بشه. این به نظرم یه تجربه مثبتی تو دلش داشت، میدونی حداقل یه مامانه نزد خواهر. آره چرا مامان نزد خواهر؟ آره این البته دردناکه واقعا، فکر کنم مامان نزنه بعد خواهر بیاد بزنه. ولی اینکه حداقل کسی خودش این تجربه رو داشته ولی فهمیده که من نذارم واسه بچه‌م همین اتفاق، من اون سپر محافظه دقیقاً یا اون ترومای بین نسلی رو ادامه ندم. من بیام کنار و نذارم این چرخ ادامه پیدا بکنه. این خیلی قدرت میخواد و دم شما گرم، یعنی هر کسی که داره این کار رو انجام میده و به نسل بعدی آگاهی میده، دم شما گرم. و چقدر روز شیرینی میشه که آدم روز اول پریودش باشه، غذای مورد علاقه‌ش رو بخوره با بستنی با دوستش هم بره بازی کنه. آره واقعا خیلی دوست داشتم از زبون دخترشون بشنوم که اون موقع اگه میخواست سوال ما رو جواب بده چه حسی پیدا کرده بود و چی رو تجربه میکرد. بازم برامون میخوای از تجربه ها بخونی یا اینکه یه دونه دیگه از تجربه ها رو بخونم و بعدش آره. دیگه شاید آخرین تجربه باشه که داریم میخونیم. فقط دارم تصمیم میگیرم که کدومو بخونم. اینو میخوام بخونم چون یه موضوع دیگه هست که به نظرم باید در موردش حرف بزنیم. اولین باری که پریود شدم 10 سالم بود. وقتی توی لباس زیرم خون دیدم خیلی ترسیدم و به مامانم گفتم یعنی چاره‌ای نداشتم که بگم. اما مامانم با لحن ترسناکی بهم گفت یعنی اینقدر زود، این یک بیماری زنانه هست و یک نوار بهداشتی بهم داد و گفت بذار توی لباست. و من از خدا میخواستم که بیماری نگرفته باشم و به خدا گفتم اگر خوبم کنی و اگر خونریزیم قطع بشه قول میدم دختر خوبی باشم. هر چند دقیقه یه بار نگاه میکردم که قطع شده باشه و نشده بود و بدتر هم شده بود و خیلی احساس تنهایی و گیجی میکردم.
بعد از اون ماه هر بار که پریود میشدم احساس ترسی میکردم و به دوستانم در مورد این موضوع چیزی نگفتم، چون شرمگین بودم و نگران این بودم که من اولین نفر پریود شدم و زودتر از زمان موعود. وقتی منو میفرستادن خونه از دل دردها، مامانم به جای اینکه بهم محبت بکنه با هم بدرفتاری میکرد، چون انگار که پریود شدن من توی اون سن یک کار گناه و ممنوعه بوده. و زمانی که سال بعد یکی از دوستانم در مورد پریودش صحبت کرد، فهمیدم که این چرخه طبیعی است و نه بیماری و نیازی نیستش که از کسی قایم بکنم. چرا من اینو گفتم حتما در موردش صحبت بکنیم؟ به خاطر اینکه یه مفهومی هم وجود داره که چرا زود پریود شدی. یعنی به خانم‌ها معمولا اینو میگن که اگه زودتر پریود شده بودن از سن در، چرا زود پریود شدی؟ انگار که دستشونه. میدونی این دست من زن نیستش که چه زمانی پریود بشم. و وقتی بقیه میگن وای چقدر زود پریود شدی، یه مقدار حس عجیب بودن به آدم میده و دقیقاً شرم میده که چقدر من باید شرمنده باشم از اینکه الان توی این سن دارم پریود رو تجربه میکنم. فرد قبلی هم اگه یادت باشه اینو میگفتش که من ناراحت بودم از اینکه قدم به اندازه کافی رشد نکرده چون پریود شدم. و من واقعا حالا سوال خودم هست، شاید خوب باشه یه اپیزودی از یک متخصص تو این زمینه دعوت بکنیم و بیان بگن که اصلا ربط داره، یعنی آیا پریود به قد کوتاه شدن قد بچه‌ها مربوط هستش یا اصلا نه میتونیم چنین چیزی رو قائل نباشیم. اینقدر زود و گفتن بیماری زنانه قطعا کلمه های خوبی نبوده و کاش بچه ها رو شرمنده نکنیم بابت اینکه زود پریود شدن. آره و کاش این خجالت کشیدن رو بذاریم کنار، خجالت کشیدن رو بذاریم واسه جاهایی که واقعا باید خجالت بکشیم و موقعی که میخوایم در رابطه با اینجور موضوعات صحبت بکنیم نترسیم با بچه هامون، دوستمون، خواهر کوچیکتر و به عنوان اگر البته فکر کنم مخاطبای ما عمدتاً کسایی هستن که این پدیده رو گذر کردن ازش، یعنی ولی ممکنه یه مامانی باشن یا معلمی باشن این اطمینان رو به فرزندانشون یا به دانش آموزاشون یا خواهر کوچکترشون هم بدن که میتونی بیای راجع به این موضوع حرف بزنی و از این موضوع نترسی. شاید اون فرد کوچکتر اون چک خوردنه رو دیده باشه و موقع تجربه کردن بترسه. دقیقاً. نیاد صحبت حتی ممکنه میدونی یه اتفاق رایجه، ما که تو مدرسه آموزش نمیبینیم، تو خانواده که آموزش نمیبینیم، حداقل قبلا کمتر بوده. ممکنه بچه‌ها ندونسته یه سری حرفا رو به هم بزنن که ترسای همدیگه رو تشدید بکنن، بیشتر بکنن و واقعا وظیفه من بزرگتر هستش که حالا تو جایگاه والد، تو جایگاه معلم، هر جایی که من یک ارتباطی رو با بچه‌ها دارم که بخوام این فضا رو واقعا امن‌تر بکنم که اون فرد بتونه در مورد تجربه خودش صحبت بکنه. و محمد خیلی جالبه که من داشتم در مورد این موضوع یه سری مطالعه انجام میدادن که ببینم خب بقیه جاها چه اتفاقی افتاده. این موضوع خب کشورهای دیگه هم همین شکل هست، یعنی حالا شاید شدت و حدتش رو نمیدونم به این شکل هست یا نه، ولی کمتر در مورد پریود اونجا هم صحبت میشه، کمتر در موردش اونجا هم تو کیسه مشکی میذارن نوار. نمیدونم اینو نمیدونم واقعا. اگه کسی تجربه داره بنویسه اگه شما خارج از ایران بودین و تجربه رو دیدین. ولی یه اقدام خیلی جالبی روی دونده توی ماراتون اگر اشتباه نکنم لندن توی سال 2015، امیدوارم اشتباه یادم نباشه چون ننوشتم اینو، انجام دادن در راستای همین موضوع. خانم کیران گاندهی که امیدوارم اسم فامیلشون رو درست تلفظ کرده باشم، وقتی که داشتن ماراتون رو انجام میدادن و میدویدن آگاه بودن که پریود هستن و پدیده فری بلیدینگ رو اجازه دادن اتفاق بیفته، یعنی پد بهداشتی استفاده نکردن و اجازه دادن اون خونریزی که توی زمان پریودشون هستش آزادانه توی لباسشون انجام بشه. و وقتی این فرد داشته توی ماراتون میدویده خب لباساش خونی بوده و داشته میدویده
و خودش آگاهانه میاد توی بلاگ شخصیش مینویسه که من این کار اصلا از قصد انجام دادم. امیدوارم متنش رو آورده باشم. چه جرأتی. خیلی جرأت میخواد. حالا متنش رو متاسفانه نیاوردم ولی نوشته بودش که من این کار از قصد انجام دادم برای کسایی که تو جاهای زندگی میکنن که نمیتونن بگن پریود هستن و امکانات کافی رو ندارن اونجا. و خیلی نقد شده بود، یعنی این حرکتشون خیلی سر صدا کرده بوده، خیلی نقد شده بوده و خیلی هم اتفاقا از یه سری جاها تشویق شده بوده، همدلی گرفته بودن. ولی واقعا شجاعانه است. آره. دمش گرم که چنین کاری انجام داده. آره. این واقعا نماد این هستش که ما اجازه بدیم طبیعی ترین بخش بدنمون یه جایی ظهور پیدا بکنه، ما ببینیمش. آره واقعا حرکت جسورانه، مثبت و شجاعانه. من که پسندیدم، حالا نقدا نمیدونم در رابطه با چی بوده واقعا، نه رفتم همیشه پیدا میشه یه نقدی، همیشه پیدا. حالا وایسا پادکست خودمون احتمالاً الان پایین. الان یه خیلی هم میگن که بی حیایی‌ها رو دارین گسترش میدین شما، یا مثلا دارین نسل جدید و شما لوسشون میکنید. ما که مثلا چک خوردیم اینطوری شد. یعنی حالا هم از جانب آقایون هم از جانب خانم‌ها کسایی هستن که الان میان میگن که آقا اصلا همون اون درست بوده. یعنی هر حرکت جسورانه‌ای به قول تو یه نقدی داره، ولی من که پسندیدم و دم شما گرم که این کار رو انجام دادید که ما هم میتونیم در موردش صحبت بکنیم. و یه چیز جالب دیگه که بخوام بگم یا دیگه زیاد صحبت نکرده باشم. باز داشتم میخوندم که یه برندی هست، برند آلویز، که فکر کنم حالا نمیدونم تنها محصولشون پد بهداشتیه یا نه، ولی یکی از محصولاتشون همین نوار بهداشتی و پد بهداشتی دوران پریود هستش. در اومده بود یه کمپینی رو ران کرده بود و در رابطه با دخترها و پسرها رفته بود مصاحبه کرده بود. اگه بزنید کمپین لایک گرل ویدیوهاش میاد، حتما برید ببینید، سرچش بکنید. فهمیدم. آره فهمیدم. مثلا میان بچه‌ها یه جایی رو مشخص کردن، اول افراد بزرگتر میان، مثلا سنشون بیشتر، مثلا 20 سالشه 30 سالشه. آره. از دختر و پسر میپرسن که مثل یه دختر میشه بدویی، بعد مثلا بعضیا خیلی شلوول میدوئن، بزرگا پسر اینجوری میدوئن، دخترها همین مدلی شل مثلا میگه میخوام یه توپیو پرت بکنیم، مثلا یه دختر میشه پرتش بکنی، بعد خیلی ناز و عشق و این مدلی میاد و ناتوانی میشد دید. بعد میان از یه سری بچه‌ها دعوت میکنن و بیان، کسایی که مثلا 5 سالشه 6 سالشه و دختر و پسر باز هیچ جنسیتی نداشته، میاد خیلی محکم پرت میکنه، خیلی نرمال میدوه. و اینجا به نظرم این کمپینه، من باز وقت داشتم این ویدیو رو میدادم واقعا احساساتی شده بودم از اینکه چقدر فرهنگ، باورهایی که بقیه در موردش به ما میگن میتونه تاثیر بذاره. و کسی که 20 سالشه و میگه که من این شکلی میدوام، چی در مورد دختر بودن یا زن بودن یاد گرفته که اینو داره نشون میده. و چقدر وقتی ما بچه تر هستیم صفمون پاکتره، خامتره و میشه چیزای قشنگتری رو روش بنویسیم. آره. به نظر من خوبه که این کلیپ رو حتما بذاریم روی ویدیو اگه امکانش بود، حتما چون واقعا خیلی قشنگه. منم دیدمش، با اینکه پسرم دیدمش، ولی یه ذره احساساتی شدم. و نکته عجیبش برام این بودش که خانوما هم همین بودن، یعنی اینطوری نبودش که پسرا بیان مسخره بکنن. بله. یعنی مثلا یه خانوم 30 ساله آورده بهش میگفتش که این توپه رو بگیر مثل یه دختر پرتش کن و مثل یک دختر رو یه چیز منفی میدید. یعنی مثلا اینطوری بودش که آخ وای نتونستم. و وقتی مثلا دیدم که مثلا یه دختر بچه 5 ساله وقتی بهش میگن مثل یه دختر بدو، مثلا چقدر با انرژی مثلا نورمال طبیعی میدوه، نه اصلا انگار داره در تمام توانش میذاره، قدرت رو توش میبینی. قدرت رو من دیدم. آره. و این به نظرم خیلی جذاب بود. حتما میذاریم که کنار این ویدیو اگه دوست داشتین اونم بتونیم ببینیم. شاید اگه بخوایم یه خلاصه بکنیم صحبتامونو، نمیدونم موافقی یا نه یه خلاصه اینجوری بکنم که حداقل ربط این موضوع آخر رو بگم.
ما داریم در مورد این حرف میزنیم که چقدر بازخوردهایی که به هم میدیم، چقدر محیطهایی که برای هم فراهم میکنیم، جمله هایی که استفاده میکنیم روی نسل بعدیمون تاثیر میذاره، روی مدلی که آدما فکر میکنن در مورد خودشون تاثیر میذاره. اگر ما هم توی نسل قبلی زنانی رو داشتیم یا خانواده هایی رو داشتیم که مامان باباهایی رو داشتیم که به بچه‌شون بیشتر در مورد پریود میگفتن و میگفتن دخترم این بخش طبیعی بدن تو هستش، بهت افتخار میکنم، خیلی خوشحالم، اون هم سرشو میگرفت و بالا و با اطمینان بیشتری، با قدرت بیشتری قدم برمی‌داشتش. مثلا همین کمپین لایک باز و این مدل تعاملی که با بچه‌ها داریم توی اون سن چقدر تاثیر میذاره رو مدلی که بزرگتر میشن، رو خودشون فکر میکنن. امیدوارم که بتونیم این تغییر رو ایجاد کنیم. آره و مرسی از همه کسایی که این شجاعت رو دارن بیان راجع به موضوع حرف بزنن، تجربه هاشون رو به اشتراک بذارن، چه تو جمع، چه تو فضای اجتماعی، چه با خواهر کوچیک‌ترشون، حتی برادرشون. چرا هی داریم میگیم خواهر اینا، یعنی باز انگار ته ذهن اون اینجوریه که این موضوع باز یه موضوع زنانه است. آره بین هم راجع به این موضوع بیشتر حرف بزنیم. ولی آره بیایم راجع به این موضوع بیشتر حرف بزنیم. یه سری تغییرها هم کرده ها، یعنی شاید خوب باشه اینو بگیم. مثلا ما یه سری جاهای خیلی محدود، مثلا شرکت‌های خصوصی مثلا شاید داریم می‌بینیم یه سری روزهای مرخصی رو میذارن برای روز پریود، یعنی خب داره انگار توجه میشه تو یک فضای بزرگتر در سطح جامعه به این موضوع، ولی خیلی کوچیکه. یعنی من میدونم مثلا خیلی شرکت‌های کوچیکی این کار رو انجام میدن، خصوصی انجام میدن و امیدوارم که این هرچه بزرگتر تو فضای بزرگتر، اندازه‌های بزرگتر ما بتونیم ببینیمش. آره منم همینطور. خیلی ممنونم نیلوفر از تو و از همه دوستایی که تجربه‌شون رو با ما به اشتراک گذاشتن. با ما همراه باشین، جوونه تاک رو دنبال کنید. ما توی یوتیوب ویدیوها رو میذاریم و احتمالاً توی همه پادکست کچرا وایسامون باشه، چون هنوز خیلی سریع شروعش کردیم، هنوز مشخص نکردیم. آره ولی نظراتتون رو بهمون بگین. و دوست دارم اینو بگم که حتما بخش میونه کلمت پریدم، حتما بچه اگر دغدغه مند این موضوع هستین ویدیو و پادکست ما رو با بقیه به اشتراک بذارین و شما هم سفیر آگاهی باشید و اجازه بدید که بقیه آدم ها بیشتر در مورد این موضوع بدونن و هر کدوممون به اندازه خودمون یک قدم مؤثری برای این آگاهی ها برداریم. آره مرسی ازت. مرسی. خدا نگهدار. خدافظ.